در مسکو مردم قرضدار از بانک‌ها در نزد بینای بانک مرکزی گردهمایی اعتراضی تشکیل نمودند. جمع آمدگان که برای خریدن منزل اکثراً با پول خارجی قرض گرفته‌اند میگویند پایین‌شوی قرب روبل روسی معنای آن را دارد که قرض آنها از نرخ خانه‌شان بلندتر شده است. آنها از حکومت کمک درخواست نمودند. در دوام سال 2014 روبل روسی در مقابل دلار آمریکا 70% قربش را از دست داده است. برای اولین بار در 23 سال اخیر هواپیمای مستقیما در مسیر زاگرب بلگراد پرواز کرد. احیای رفت و آمد هوایی میان پایتخت‌های خرواتیا و سربیا قدم نوبتی در بهبود روابط بین دو کشور است که سال 1991 با فروپاشی یوگسلاویا ضد یکدیگر جنگ کردند. پروازهای موسمی میان شهرهای ساحلی دو کشور چند سال اینجانب وجود دارند. در شهر کابل پایتخت افغانستان قربانی‌های بمبگذاری مرگ طلبانه کنار مکتب فرانسوی تحت مراقبت طبیبان قرار دارند. در حمله 11 دکبر رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به نام احمد ناصر سرمست نیز جراحت برداشته است. پلیس میگوید این حمله حیات یک نفر را از بین برده چند تن دیگر را زخمی کرده است. در شهر الماتای قزاقستان مراسم یادبود قربانی‌های شهر ژناوزن برپا شد. 3 سال پیش برخورد اعتراضگران با پلیس در شهر غربی ژناوزن باعث فوت 16 نفر و مجروح شوی تخمیناً 100 کسی دیگر شده بود. این مراسم را نمایندگان جامعه شهروندی و یک صاحبکار تشکیل نموده در آن روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق شرکت ورزیدند. روز جمعه بخشی از شهر بندری کراچی پاکستان بسته بود، زیرا در آنجا طرفداران سابق ستاره کریکت عمران خان که حالا رهبری حزب مخالف حکومت با نام تحریک انصاف را تحت تصرف دارد جمع آمد اعتراضی راه اندازی نمودند. حزب عمران خان طول چند ماه است که گردهمایی‌های ضد حکومتی تشکیل کرده ادعا دارد که سروزیر پاکستان نواز شریف در نتیجه تقلب در انتخابات عمومی سال 2013 سر قدرت آمده است. او میگوید اگر تا 16 دکبر کمیسیه برای تفتیش اتهام تقلب در انتخابات تأسیس نیابد، او و هوادارانش تمام کشور را متوقف خواهند کرد.